چند تا نکته خیلی مهم وقتی داری پیاز زعفران میخری. من الان پیازهایی که تو دستم میبینین همین الان از خاک درشون آوردم. ببینید پوشالی که اطرافش داره باعث میشه که از عوامل بیرونی حفظش بکنه. پس وقتی خریداری میکنین این پوشال ها باید همراه پیازها باشه و وقتی هم کشت میکنین همراه پیاز داخل خاک بره. نکته بعدی که هست، شما پوست پیاز رو برای بررسی میکنین، باید کاملا سفید باشه. ببینید الان من این پیاز رو پوستش رو کندم و کاملا سفیده و هیچ علامت کنه، یعنی اون علامت های قهوه‌ای رنگ رو به هیچ عنوان روش نداره و قارچ هم که نداره. قارچ اگه بشه حالت پنیری و خمیری شکل میشه که این یک پیاز کامله. ولی یک موردی که هست، شما وقتی پیاز زعفران میخرید ممکنه لکه های قهوه‌ای رنگ کنه رو روش ببینید. این لکه ها اگه خیلی کم باشه، به فرض اگه 5% پیازهامون 10% پیازهامون این شکلی باشه، میشه کشتش کرد و هیچ مشکلی نداره و طبیعی هستش که داخل پیازهای شما این کنه ها وجود داشته باشه. ولی اگه مقدارش خیلی زیاد شد و دیدین که کل پیاز کنه گرفته، نباید اون پیاز رو به هیچ عنوان خریداری بکنین. نکته بعدی این که برخی از فروشندگان پیاز زعفران میان این پیازها رو انبار میکنن و مستقیم از سر مزرعه برای شما ارسال نمیکنن. همین انبار کردن چون شرایط رو برای رشد قارچ و کنه فراهم میکنه، باعث میشه که پیازهای زعفرانی که شما خریداری کردین و به دست شما از اون انبار رسیده هم کنه داشته باشه هم قارچ. پس باید مطمئن باشید که وقتی توناژ بالا پیاز دارین خریداری میکنید، حتما پیازها از سر مزرعه براتون ارسال شده باشه. اگه کسی که شما دارین ازش خریداری میکنین باهاتون صادق باشه و این مسائل رو به شما یاد بده، شما هیچ مشکلی تو کشتتون نخواهید داشت. پس اگه میخوای پیاز خریداری بکنی، این نکات رو حتما رعایت بکن که میتونه باعث سود خیلی زیادی برای مزرعه باشه.